به آدم‌هایی برخوردی که توی شبکه‌های اجتماعی هیچ وقت چیزی پست نمی‌کنن؟ نه عکس، نه استوری، نه حتی یه جمله ساده. انگار پروفایلشون یه قاب خالیه. خیلی‌ها فکر می‌کنن این سکوت یعنی بی اهمیت یا بی تفاوتی. اما واقعیت خیلی پیچیده تره. پشت این سکوت دنیایی از انتخابا و دلایل روانشناختی وجود داره. 1. حریم شخصی به عنوان ارزش. بعضی‌ها معتقدند زندگی شخصی باید مثل یک اتاق امن باشه، جایی که همه دسترسی ندارند. برای این افراد سکوت در شبکه‌های اجتماعی یعنی محافظت از مرزهای خودشون. 2. ترس از قضاوت. خیلی‌ها وقتی میخوان چیزی پست کنن، ذهنشون پر از سوال میشه. اگه کسی مسخره کنه چی؟ اگه کسی خوشش نیاد چی؟ همین ترس باعث میشه ترجیح بدن هیچ وقت چیزی منتشر نکنن. 3. تمرکز روی دنیای واقعی. بعضیا هم اصلا نیازی نمیبینن خودشون رو در دنیای مجازی نشون بدن. براشون ارتباطات واقعی، لمس کردن لحظه ها و بودن کنار آدمای نزدیک خیلی مهمتره. سکوت همیشه به معنای نبودن نیست. خیلی وقتا این آدما دقیقاً همونهایی هستن که همه چیز رو میبینن، تحلیل میکنن، اما خودشون کمتر دیده میشن. این سکوت میتونه یه جور قدرت باشه. قدرت این که خودشون انتخاب کنن چه چیزی رو به اشتراک بذارن و چه چیزی رو نه. در واقع سکوتشون یه پیام غیر مستقیمه. من فقط اون چیزی رو نشون میدم که خودم میخوام. پس دفعه بعد که یه پروفایل بدون پست دیدی، یادت باشه پشت این سکوت میتونه یه داستان عمیق باشه. داستانی از شخصیت، ترس‌ها یا حتی قدرت فرد. گاهی سکوت بلندترین صداست و شاید همین سکوت بیشتر از هزاران پست درباره اون آدم حرف بزنه.